شهرداری دوشنبه تصمیم گرفته برخی از کوچه‌های ناحیه سینا را از خانه‌های روستایی پاکسازی کرده و به جایشان ساختمان‌های چند آشیانه بسازد. اما ساکنان کوچه هویدالایف میگویند پولی که شهرداری برای خرید خانه‌ها پیشنهادشان کرده است ناچیز است. آنها میگویند مخالفی تصمیم شهرداری برای کوچ نیستند، ولی طلب دارند برابر با ارزش خانه‌هایشان پول و یا منزل برایشان داده شود. در این باره علی بخش بخشیب ساکن 64 ساله این کوچه میگوید قانونی دولت و قانونی حکومت قطعی مورا رضا کنید یا خانه چه سکسیت موده یا که نه خیلی سکسیت نداری مثال موافقی یا من نرخی خانه من مبلغ دید موده که ما طوریم برمی نگون یا زمین بگیریم خانه راست کنیم یا که نه سکسیت اینا موده ولی 300,000 سامان موده جدا کرده 300,000 سامان برای هر یک خواجگی من ده ولی همی قرد دیگران چی؟ دیگران نه با کمتر 200 ایو 150 ایو 400 ایو 40,000 دلار به فکرم نمیشه یک خونه هم یک خونه هم نمیتونیم خرید. شما راضی شدین با؟ نه معترض کردیم نمیشیم. حکومت نوید ما رو فریاد کرد. نوید سینا. سینا ده همونجا اعتراض کردیم. چند خواجگی را باید بپوشن؟ 17 خواجگی. 17 خواجگی. هر 17 خواجگی اعتراض نمیشن. همه برای کی بکوچن راضی هستند نه کی برای راضی در پلان که غلطی قرار با چی گفتن حکومت چی گفت خیلی با میبینیم گفت کمیس میکنیم میبینیم ولیش داریم میگه اینا باورگی نیست. بار محمد جورایف استاد دانشکده دانش افزایی پزشکی وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید با این مبلغی که آنها جدا کرده اند ما هیچ کجا رفتن نمی توانیم. ما به نتیجه رسیده ایم که از رئیس جمهوری تاجیکستان دادخواهی کنیم. نامه آماده است. فقط امضاها را میگذاریم و نرخنامه ها را ضمیمه میکنیم تا جناب عالی به مشکل ما رسیدگی کند. زیرا ما باوری داریم که جناب عالی طرفدار خلق است. این مقامات کاری میکنند که اعتماد مردم را از جناب عالی کم بکنند.